کمپیری که زیاده از 100 سال عمر داشت به شوهر برآمد و این خبر در رسانه ها و در سامانه های اجتماعی پهن گردید. البته مردم از شنیدن این خبر در تعجب افتادند و به خود می گفتند که نخود کمپیری 100 ساله به شوهر برآید. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. دوستان عزیز، ناگفته نماند که در دنیا بسیار حالت‌هایی می‌شود که و بسیار حادثه‌هایی می‌شود که انسان با شنیدنش در تعجب می‌افتد. البته تا آن دمی که ما نبینیم باور نمی‌کنیم، ولی با شنیدن آن در تعجب می‌افتیم. در خبرها می‌آید که مردی 71 ساله با کمپیری 103 ساله oila برپا می‌کند. در اول اینها در خانه پیرانسالان آشنا می‌شوند، یعنی هم صحبت می‌شوند و با هم شناس می‌شوند و این مرد به این زن الکی تکلیف oiladori می‌کند زیاده از 5-6 بار و الکی این زن راضی می‌شود و اینها پس از 1 سال oila برپا می‌کنند. البته وقتی مردم این حادثه را میفهمند در تعجب میافتند و میگویند که نخود مردی 71 ساله با کمپیری زیاده از 100 سال عمر دارد oila برپا کند. معلومات اساسی این است که این مرد 71 سال دارد و این زن باشد 103 سال. بگذار خداوند اینها را خوشبخت گرداند و سربلندی را نصیبشان گرداند.